پوشیدن لباس دینی طبق قانونگذاری جمهوری ما ممنوع شدنی نیست. لا بس اول دین اسلام هست یا یکی دینی مثلا چی هست غیر اسلامی هست، پیروان غیر اسلام، پیروان دیگر دین ها هم در جمهوری ترکستان بی‌تمام آزادانه از سر لباس خودشون چکنن استفاده کنن. اما آن چیزی که ترتیبات جمعیتی است، آن چیزی که مثلا طلبات نظامی هر یک تشکیلات و مؤسسه خاص هست، این رو خود همون مؤسسه یا خود همون تشکیلات معلوم می‌کنه. به نام خداوند بی‌نهایت بخشنده و بی‌نهایت مهربان. ملت تاجیک زیاده از او 400 سال است که پیروی از دین ملی اسلام میکند و در این مدت طولانی 100 ساله ها این ملت با همون لباس ملی خود، لباسایی که شریعت یا فقه مذهب حنفی اینا همه در یک جایگی معین کردگی هستند، این رو تا به حال رعایت میکردن و همچنانی که در این 100 سال‌های گذشته رعایت کرده بودند با همون نمود، یعنی با لباس ملی، یعنی با لباس‌های ملی معیارهای شرعی رو رعایت کرده می‌رود. این یگان مشکلی ندارد، چرا که در ما از قدیم عادت نشده است که مردم سیاه بپوشند. یعنی سیاه پوشیدن در نظر مردم یک چیز قبیح هست. خب که مدامی که قبیح هست بگذار نپوشند دیگر رو. و شریعت اسلامی هم شرط نگذاشته است که حتمی با همون لباس زن سیاه باشد و میشد که با دیگر رنگ ها لباسشان باشد. در حقیقت تو این روز مسئله سر و لباس در قانون عمل کننده قانون در روی تنظیم جشن و مراسم ها و تنظیم ناماده بود، ولی چنانه که جناب عالی در صحبتشان ذکر کردن، قانون دوگما نیست، قانون رشد میکند هم قدم با طلبات زمان. بنابراین مثال آوردن از کشورهای با ما همسایه، از اون جمله قزاقستان و اساسنو کردن با اون که وقتی که ایدئولوژی بیگانه با هر شکل و اصول وارد می شود با حیات روزمره ما، باعث مشکلات می گردد. بنابراین جناب عالی ضرور دانستند که همین دستور سپارشات بیان جهت اصلاحی کمبودی ها و از آن جمله مثال آوردن که شما در کجا دیدید که لباس ملی ما رو دیگر ملت ها در بر کرده باشند و ما برای یکی از رکنهای هویت ملی اگر زبان باشد بعد لباس باشد ما اون را باید حمایت کنیم. بنابراین در دوام 2 ماهی که جناب عالی برای ما مهلت جلو کردن سر این مسئله، البته با اشتراک همه طرف های که این مسئله ها را باید به نظام بیارد کار کرد می شود، پیشنهاد ها می شود و در نهایت کار به شکل سند معیاری حقوقی پیش می شود.